میگن روزی زنی نوزاد مردش رو بغل گرفته بود و دیوانه‌وار توی کوچه ها میدوید. هنوز نمیتونست باور کنه که بچهش مرده، تا اینکه رسید به بودا. زن با گریه گفت تو که بیداری، تو که نور رو دیدی، حتما میتونی بچم رو زنده کنی. بودا نگاهش کرد و گفت باشه، اما یه شرط داره. زن با عجله پرسید چه شرطی؟ بودا گفت برو از یه خونه یه دونه خردل واسه من بیار، اما فقط باید از خونه‌ای بیاری که هیچ کس اونجا عزیزش رو از دست نداده باشه. زن با امیدی که دوباره توی چشماش پیدا شده بود راه افتاد. در اولین خونه رو زد و پرسید اینجا کسی رو از دست ندادین؟ گفتن چرا، پدرمون رو. رفت خونه بعدی، در زد، گفتن مادرمون. خونه بعد فرزندمون، یکی دیگه همسرم. هر دری رو که میزد پشتش یه نفر بود که طعم از دست دادن رو چشیده بود. زن تمام شهر رو گشت اما حتی یه دونه خردلم پیدا نکرد. غروب که شد آروم برگشت، اما این بار دیگه اون زن بیقرار صبح نبود. یه چیزی رو فهمیده بود که شاید خیلی از ماها سالها طول بکشه بفهمیم، اینکه هیچ خونه ای توی این دنیا نیست که رنج یه روزی از درش وارد نشده باشه. نوزادش رو به خاک سپرد و برگشت پیش بودا. بودا بهش گفت وقتی رنج رو بفهمی آروم میشی، نه به این خاطر که دیگه رنجی وجود نداره، به این خاطر که دیگه باهاش نمی جنگی. واقعیت هم همینه، این که رنج بخشی از زندگی. همه ماها یه جایی از مسیر زندگیمون کسی رو از دست میدیم، یه رابطه، یه عزیز، یه رویا، یا حتی بخشی از خودمون رو. چیزی که آدما رو متفاوت میکنه توی واکنششون به رنجه. و واقعا شاید آگاهی هم همینه، این که بفهمی قرار نیست همیشه از رنج فرار کنی. بعضی از دردا قرار نیست ناپدید بشن، فقط باید یاد بگیری که چطوری باهاشون زندگی کنی و با تمام زخمی که داری باز هم ادامه بدی. آره،